علیجان عثمانوف خواننده سیمفونی دهی لیتسه برای خوانندگان بالغ شهر خوجند است. او در المپیاد بین‌المللی انتالیا سزاوار جای اول گردید. علیجان از فن الگبرا در المپیاد اشتراک کرده 100 خال را به دست آورد که این خالی به دست آورده‌اش بلندترین بین تمام اشتراکیان میباشد. با این دستاورد خود صاحب مدال طلا، جام و دیپلم درجه یک گردید. همچنین قهرمان ما میتواند بعد از ختم مکتب و تغییر رایگان در دانشگاه اشهر انتالیا ترکیه تحصیل نماید. از نام خودم اولا به همه معلمان مکتبم، به دیرکتور مکتبم و به پدر و مادر خود سپاسگزاری خود را می‌رسانم که آنها من را دستگیری نمودند و به چنین المپیاد فرستادند. رفت المپیاد خیلی دشوار و هیجان انگیز بود و من با باوری کامل به المپیاد داخل گشته جای اول را سزاوار گشتم. من به تمام دیگر خوانندگان گفتنی هستم که باید به چنین المپیادها رفته اشتراک نمایند و آنها میتوانند جاهای نمایان را سزاوار گردند. صبح امروز سنه 9 نوامبر والیبال المپیاد بین‌المللی که در شهر انتالیا ترکیه برگزار گردیده بود و وطن برگشتند. آنها را در نزد کاخ سعودیان معاون رئیس شهر خوجند، استادان و پدر و مادران خوانندگان پیشواز گرفتند. 18 نفر خوانندگان لیسه برای خوانندگان بالغ شهر خوجند در المپیاد بین‌المللی در شهر انتالیا ترکیه اشتراک نموده صاحب 20 مدال گردیدند. طبق اطلاع دیرکتور لیسه برای خوانندگان بالغ خوانندگان در سال تحصیلی 2020-2021 در 15 المپیاد جهانی اشتراک نموده صاحب 156 مدال گردیدند. لیسه برای خوانندگان بالغ در شهر خوجند تحصیلش را با زبان انگلیسی براه مانده است و همه سال خواننده های لیسه در زیاده از 15 المپیادهای بین المللی اشتراک می‌ورزند. خوشبختانه باز یک خوشخبر در پیش است که 17 نفر خواننده های لیسه ما در المپیاد فیزیک از فن فیزیک در امریکا راحت گرفتند که در شهر تگزاس برگزار می‌گردد. باید ماه ینور یعنی روزهای نزدیک سفربر کرده شوند و این خواننده ها خیلی جدی آمادگی دیده ایستادند. یاسمین اهرارова نیز در این المپیاد اشتراک نمود. او از فن زبان انگلیسی اشتراک نموده سزاوار مقام سوم و ملکه المپیاد گردید. در المپیاد مذکور فستیوال دوستی خوانندگان دنیا گزارنده شد. در دوره آن آزمون‌های ورزشی از جمله فوتبال، والیبال و آزمون شاهزاده و ملکه المپیاد جهانی انتالیا برگزار شد. خوانندگان لیسه در بازی والیبال در بین 30 دسته مقام اول و از روی فوتبال مقام دوم را گرفتند. با زبان انگلیسی گپ زدم، شعر می‌نویسم، 800 تا اضافه شعر دارم. اما رو گفتم ملکه المپیاد شدم. آزمون ملکه المپیاد برگزار شد و من جای اول را اشغال کردم. شعرم را بیشتر در موضوع پدر و مادر می‌نویسم. المپیاد مذکور از 1 تا 7 نوامبر برگزار گردید. در المپیاد 30 دسته زیاده از 4000 نفر از 27 دولت اشتراک نمودند. المپیاد بین‌المللی دانش 13 سال اینجا از طرف اکادمی توریسم انتالیا و مکتب بین‌المللی ادواند برگزار می‌شود. مقصد گرفت جوانانی با مهارت است. گزارش نصیب جان ابویف برای برنامه اطلاعاتی خبر.